هویج پلو یه غذای خوشاب و رنگ که باید همینقدر مجلسی باشه و عطر هل و گلابش تو خونه بپیچه. این پلو مخلوط میشه یه غذای فوق‌العاده خوشمزه که باید حتما تستش کنید تا بدونید چی میگم. برای درست کردنش باید هویجا رو خلالی کنید. من از رشته کن استفاده کردم. اگه شما نداشتین به کمک چاقو هویجاتون رو خلالی کنید. تو تابه‌ای که روغن و کره ریختین بریزین و بهش زعفرون و شکر و آب لیمو ترش تازه رو اضافه کنین و اونقدی تفت بدین تا کاملا طلایی بشه. از تابه خارجش کنید و برین سراغ مرغا رو به صورت مکعبی خورد کنین، بهش زعفرون و فلفل و نمک اضافه کنین و بذارین با هم دیگه این مواد 1 رو 20 دقیقه بمونه تا مرغا کمی مزه دار بشن. حالا چند تا پیاز متوسط رو به صورت خلالی خورد کنین، داخل همون تابه‌ای که هویجا رو توش سرخ کرده بودین بریزین، تفت بدین تا طلایی و نرم بشه. فیله‌های مرغ رو اضافه کنید، تفت بدین، بهش کره رو اضافه کنید، آب جوش بریزین و بذارین مرغا کاملا بپزه. بعد اینکه آب مرغ تقریبا کشیده شد، بهش گلاب و هل و زرشک و خلال پسته و هویج سرخ شده رو اضافه کنین و این مواد کاملا با هم مخلوط کنین و حرارت رو خاموش کنین. برای تحریکش هم هویجای ورقی رو 5 دقیقه تو آب جوش بذارین تا کاملا نرم بشه. روغن و زعفرون بریزین و هویجا رو به صورت منظم کف قابلمه بچینین و حالا لایه لایه برنج سفیدی که زنده آبکش کردین به همراه مواد بریزین و 45 دقیقه دم کنین.